سلام بچه ها، چطورید؟ امیدوارم هر جا که هستین حالتون خوب باشه. امروز یه پارت دوم بازی توتاون میخوایم بریم سراغ ادامه شهرمون. اول از همه کارهایی که آف رکورد کردم رو میگم. بعدم این یه تیک بخش شهر رو اضافه کردم، یه کوچولو گسترشش دادم و همینطور پلاگین های جدید دانلود کردم و فایر دپارتمان های جدید دانلود کردم که خب این فایر دپارتمان که میبینید پول نمیخواد، خیلی خوبه. ایژوکیشن های جدید، مدارس جدید دانلود کردم، بیمارستان های جدید دانلود کردم. این بیگ هاسپیتال که میبینید 2 تا یا 3 تا ازش میتونه کل مپ رو پوشش بده. پلیس استیشن های جدید دانلود کردم و همینطور درخت های جدید که خب میتونه باعث زیبایی بیشتر شهرمون بشه. آره که بچه بیشتر از این صحبت نمی کنم، برو که بریم. خب بچه اول تا که ما لول اپ شدیم، رفتیم لول 8 و این چیزایی که باز شده واسمون و یه بیمارستان جدید هم باز شده و الان ما نیاز داریم که بخش در واقع شهریمون رو گسترش بدیم. اول از همه که ما میایم یه دونه هایوی میزنیم، میایم تا اینجا. بچه موضوعی که هست اینه که دیگه ما الان نمیتونیم جاده های عادی بکشیم، یا حتما باید کانتری رود یا از این جاده ها بزنیم یا باید وان وی رود بزنیم، به خاطر اینکه ترافیک کمتر ایجاد بشه. از اونجایی که وان وی رود خیلی گرونه ما این جاده ها رو میزنیم. و بچه دیگه میخوام به صورت رندوم بزنم، دیگه واسه مهم نیست که شبکهش چقدر مثلا در واقع میشه گفت درست باشه و اینا. میخوام همینجوری به صورت رندوم بسازم و همین. بله میاریم. خب این هم از این و این و این هم از این. حالا این هم میاریم تا 23. این هم از این و این هم از این. خب الان ما نیاز باس استاپ داریم. بچه بدبختیه دیگه، همیشه باید نگاه کنی ببینی چی کمه چی زیاده، چون بدبختی که بچه اینا شادیشون کم بشه از شهر میرن، مالیات نمیدن و داستانه بدجور پیش میاد دیگه. خیلی مسخره است در واقع. پارک که میخوایم یه دونه اینجا میذاریم. دین چطور؟ دین هم میخوایم، گرفتار شدیم ما. دین رو هم اینجا میذاریم، ساپورت خوبی میده تو این اندازه. اسپورت هم میخوایم، خیلی هم میخوایم. خب اینجا که خب قرار نیست اصلا اینجا جای مغازه هست. خب یه دونه تنیس هم اینجا میذاریم. میان حالا اینجا یه جاده میزنیم و اینها رو از هم دیگه جدا میکنیم. خب بعد فایر دپارتمان که نمیخوایم، هلسکر میخوایم، هاسپیتال میخوایم. چه هاسپیتالی؟ این هاسپیتال خیلی خوبه، میتونه به درد بخوره. بله. پلیس دپارتمان چی؟ نه نمیخوایم. نه. ایژوکیشن نمیخوایم. حله. خب بیا اینجا یک کوچولو درخت کاری کن، یه تیکه رو. و حالا بیا تو بزن، اینم بزن، این هم بزن. بعد اینجاها رو هم بزن. حالا بیا اینجاها رو پر کن، درخت‌ها رو پر کن و حالا بیا کامرشال بزن، مغازه. البته که اینجا هم میشه رزیدنشال بشه، یعنی در واقع خونه بشه، بخش مسکونی بشه. خیلی خوبه. لول اون رفت 9. یه سری چیزا باز شد، مسجد و چارچ بزرگ هم واسه باز شد. خیلی عالیه واقعا. بعد ما نیاز به بخش صنعتی داریم، پس اینجا رو ما میزنیم، پر میکنیم. اینجا ها رو هم یک کوچولو پر میکنیم. خب
دو تا تر بچه ها ما باید شبکه در واقع راه ها رو بهتر کنیم. میدونی الان با یه هایوی و جاده عادی کار در میاد، ولی وقتی که مثلا اینجا پیشرفت کنه جمعیتش بره بالا نه، نیاز به جاده های بهتر داره که خب من فعلا نمیتونم کارش بکنم چون چیزی به ذهنم نمیرسه که اصلا بخوایم کارشم بکنیم. راستش بیا این هایوی رو بگیر تا اینجا بیا. خب اینم بگیر تا 15 تا 20 بیا. اینم از این. بریم سراغ ادامه دیگه. جاده ها رو بکشیم. اینم از این. این هم از این. این هم از این. بعد بچه من یک در واقع کوچه رو واسه امکانات رفاهی در نظر بگیرم. مثلا یک کدوم از این کوچه ها، مثلا این کوچه رو یه جای در نظر بگیرم که داخلش نمیدونم پارک و بیمارستان و اینا رو بذاریم، که به نظرم فکر خوبیه. فکر میتونه خوبی باشه. خب بیا اینجا. اوکی این یه دونه فایر دپارتمان میخواد که به نظرم این فایر دپارتمان میتونه خوب باشه، کوچیکه و منطقه خوبی پوشش میده. فایر دپارتمان چطور نمیخواد. هاسپیتال هم که فکر نمی کنم بخواد. نه نمیخواد. یه دونه باز استوام که زدیم همین الان. بیا پارک. ببینیم پارک نمیخواد، نیاز نیست. اسپورت میخواد. دین هم که 100% میخواد. 4 شما اینجا میذاریم. 4 شما اینجا میذاریم. بعد بیا ایژوکیشن و اینو بذار. این هم از این. خب بیا اینجا ها رو کوچیک درخت بکار. این هم از اینو. بیا حال سراغ خونه. و همین راحتی و زیبایی. اینجاها رو هم بیا مغازه بزن. خیلی هم ایزی. خب لولمون رفت 10. شدیم سیتی های سکول و اپرا اوسیس نمیم چه اسمی داره. تو اپرا باز شد و همینطور جای دیگه فوتبال استادیوم باز شد. این خیلی خوبه. این عالیه واقعا. میتونیم که جنازه ها رو بسوزونیم. بحث جنازه شد. من قبرستون میخوایم اینجا ما و من قبرستون نساختم. خب قبرستون اینجا میسازیم چون که این یکی نمیتونه تا اونجا رو پوشش بده. میبینین اینجا قرمزه چون که نداره سمنتری. خب حالا به نظرم وقتشه که یک کوچولو به سمت این ور حرکت کنیم. به سمت کدوم طرف میشه این؟ به سمت راست در واقع میشه گفت. یه جورایی حرکت کنیم بریم اینجا یک کوچولو خونه و اینا بسازیم. 9 در 9. این هم از این. این هم از این. اینجا خونه میشه. اینجاها همش خونه میشه. این یه تیکه و اینجا هم مغازه میشه. این 9 در 9 ساده هم مغازه میشه. یکی از بچه خوبیای گیم اینه که شما مثلا 5 تا زون خونه میسازی با مثلا یه زون مغازه و یه زون اینداستری کار در میاد. نیاز به بیشتر از اون نیست. یکی از خوبیای گیمه. خب دین نمیخواد. اسپورت نمیخواد. نمیخواد. فایر دپارتمان نمیخواد. پلیس دپارتمان میخواد. پس میسازیم. بیمارستان هم نمیخواد دیگه. بی خود از اینه نکنیم. نمیخواد بیمارستان. یه دونه با استاپ بیا اینجا بزن. یه دونم اینجا. یه دونم اینجا. یه دونم اینجا. یه دونم اینجا. یه دونه هم اینجا و یه دونه هم اینجا. خب الان واسه خوبه. اینجا رو کامرشال میزنیم. اینجا رو هم رزیدنشل میزنیم.
در واقع بخش مسکونی دیگه. اینجا رو هم همینطور و اینجا رو مغازه های پای با طرف بالا در واقع میزنیم. خب وقتش که بخش صنعتی و یک کوچولو گسترش بدیم واسه اطمینان، فقط یک کوچولو گسترشش میدیم. خب این باس استاپ اینجا، اینم اینجا و ببینم اینجا که دیگه نه اینو نمیخواد، اینم نمیخواد. اوکی اوضاع. این هم از این وضع واقعا خوبه. جمعیت 13,000 نفر، عالی وضعیت. فقط باید گسترش بدیم دیگه، باید بزرگتر کنیم منطقه مسکونی رو. در واقع میایم اینجا این رو هم میزنیم، این رو هم میزنیم. خب حالا بیا پارک رو بساز. پارک نمیخواد ایول، اینم نمیخواد، اینم نمیخواد، اینم نمیخواد. ولی ایژوکیشن دیگه نه ایژوکیشن هم نمیخواد، باورم نمیشه. هیچی نمیخواد عملا. چی میخوای حالا؟ اسپورت میخواد، اوکی حله. دین چطور؟ چارج هم میخواد، حله، میزنیم. این هم از این. اینجا هم کامرشال، مغازه، رزیدنشل، در واقع رزیدنشل، بله درست گفتم. رفتیم شهر بزرگ بیگ سیتی که در واقع اینا باز شد. بالاخره نوکلار پاور پلنت باز شد و واتر تاور که خوبه، هزینه کمی داره، مانتلی پریسش هم کمه، پریس در واقع، و خیلی خوبه دیگه. وضعیت خیلی عالیه. تازه الان میتونیم ریلوی هم بزنیم. وضع خوبه، میتونم بگم واقعا وضع خوبه. تنها مشکلی که دارم فرهنگی که اون به ما ربط نداره. مشکل خودشونه، میخوان با فرهنگ باشن. اینا هم الان درست میشه، اوکیه. اینم بیار اینجا، هم از این رو هم گسترش بده تا اینجا و کلن بخش مسکونی بزن. یه تیکر بیا، یه باس استاپ بزن، یه باس استاپ هم بزن و بیا کل این یه تیکر رو بخش مسکونی کن. عالی عالی، واقعا عالی. وضعیت خیلی خوبه. جمعیت 16,000 نفر، رشد جمعیت 2 برابری و آره شهرمون هم خیلی گسترش پیدا کرد. آره دیگه بچه ها، 13 دقیقه هم رکورد شد. امیدوارم که از این ویدیو دست کافی برده باشید. شرمنده که دیگه بیشتر از این رکورد نشد، چون واقعا چیز خاصی نداره، تا همینجا رکورد شدن کافیه. بچه ها مرسی که این ویدیو دید. امیدوارم که از این ویدیو دست کافی برده باشید. تا یک ویدیو دیگه، بدرود.